آقای گیلانی، شاید شما از محدود شهروندان افغانستان و یا از شهروندان نادر افغانستان باشین که عکس پرویز مشرف در دیوار یک اتاقتان بند باشه. من میخوایم پرسان کنم به عنوان یک خبرنگاری را که راز او عکس چی هست؟ تنها از پرویز مشرف در اوجست. پرویز مشرف در تاریخ معاصر افغانستان لااقل یک تعداد زیاد مردم افغانستان او دشمن خود میدانند. او یک امضا شدگی است همراه رهبران تمام کشورهایی که ما دیدیم. او عکس تنهایی شما با او نیستین. بلی؟ او عکس تنهایی است و شما در 16 تا عکس دیگه است امضا شده از رهبران کشور در او نیست. اداره آقای مشرف اداره بود که طالبان را به شکل رسمی حمایت کرد. ببینید آدم همراه رهبران کشورهای دیده یاسر عرفات به افغانستان چی غرض ولی عکسش چیزی که توجه مرا جلب کرد پرویز مشرف بود. او قابل فهم است. او قابل فهم است که گورا پت میکردم با میفتن دیدی این ترسید. ما غیر از خداوند برای بشر سرخم نکردیم. یعنی به شکل شخصی از اونا خوشتان میاد. من با عنوان یک سیاستمدار میخواستم پرسان کنم که نگفتیم که خوشم میاد نمیاد. ما عرض کردم که غیر از خدا سر خدا برای بندیش خم نکردیم و این پاکستانم شامل میشه. مشخصا در مورد از چرا یک عکس باید آویزان باشه با در نظر داشت تنظیم آقای گیلانی از جایداد شخصی خود کار میکنم. ببینید مشخص در مورد این عکس او عکس یک سیاستمدار عادی نیست. ببین شما تاریخ از من را بیشتر میدانین. او کسی است که بسیار بیرقی حمایت خودش را از تفرقه قومی جنگ جاری در افغانستان بارها اعلام کردن. من نمیگم نکرد، بالکل کرد. گفتمش باید مسئله شخصی را چرا جنبی چی میدین به خاطر دیگه شنوید نمی بهتر جلب کنین. نخواهش میکنم یک نگاه خبرنگاری بود به اتاق کار شما. دکتر مثلا ترس ندارم. یک عکس امضا کرده اگر نمیکرده میگدیدید میترسه. ما کار نکردیم که از کسی بترسم. اونایی که ارتباط دارن میترسن، یک سال نمیتونن بچسبانن. بسیار تشکر. تشکر. لطف کنید. زنده باشید. تشکر. زنده باشید.